رسول الله مبارک فرمودند موسی عرض کرد پروردگارا به من چیزی بیاموز که تو را با آن یاد کنم و بخوانم. فرمود بگو لا اله الا الله. موسی گفت پروردگارا این را همه بندگانت میگویند، از تو چیزی میخواهم که ویژه من باشد. فرمود ای موسی اگر آسمان‌های هفتگانه با تمام موجوداتی که در آن هستند غیر از خودم و زمین‌های هفتگانه در یک پله ترازو نهاده شوند و لا اله الا الله در پله دیگری، لا اله الا الله از همه آنها سنگین‌تر و برتر خواهد بود.